سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. من علی بیزمارک از شرکت رسام سرور با یکی دیگه از مجموعه ویدیوهای آموزشی در خدمتتون هستیم در حوزه سرور و ذخیره ساز. خب ما تو ویدیوهای قبلی اومدیم شبکه سن رو توضیح دادیم که شبکه سن چیه و چه کاری انجام میده، اصلا چرا ایجاد شده، چه مزیت‌هایی داره، چه پروتکل‌هایی تو شبکه سن استفاده میشه و رفتیم راجع به پروتکل FC شروع کردیم صحبت کردن که پروتکل FC چیه، چه ساختاری داره، چه توپولوژی هایی داره، چه استانداردهایی داره، پهنای باندش چقدره، چه مزیت‌هایی نسبت به اسکازی داره، WWN چیه و نقش پورتا چی میتونه باشه و بقیه موارد. در این ویدیو ما به طور مشخص میریم به صورت دیتیل تر راجع به یکی از ذخیره سازهای پرفروش شرکت HPE صحبت میکنیم که عکس این ذخیره ساز رو اینجا شما میتونید مشاهده کنید. ما ذخیره سازی داریم، در واقع HPE ذخیره سازی تولید میکنه تحت عنوان MSA Modular Smart Array. این ذخیره ساز یکی از قدیمی ترین ذخیره سازهای شرکت HPE هستش. از قدیم 20 سال پیش این ذخیره ساز تولید میشد و به بازار عرضه میشد. MSA 1000، MSA 1500، P2000، 2342 و به همین ترتیب امروزه رسیدیم به نسل ششم MSA ها. در واقع امروزه MSA 1060، 2060 و 2062 رو داریم که میشه نسل ششم MSA ها. ما در این ویدیو میریم به صورت دیتیل مشخصات این MSA ها رو با هم بررسی میکنیم و ببینیم چه قابلیت هایی داره، چه تکنولوژی هایی رو ساپورت میکنه و چه استفاده میتونیم از این MSA ها ما داشته باشیم. MSA یکی از ذخیره سازهای شرکت HPE هستش که توی شبکه سن ازش استفاده میکنیم. سن مبتنی بر پروتکل FC. نمای ظاهری این ذخیره ساز رو میبینید و نمای پشت این ذخیره ساز رو هم مشاهده میکنید. این ذخیره ساز دارای دو تا کنترلر اول و دوم که رو هر کنترلر تعدادی پورت FC دارین، با رنگ نارنجی مشخص شده. 4 تا پورت اینجا داریم، 4 تا پورت هم روی این کنترلر داریم که بهش میگیم هاست پورت ها، که این پورت ها پروتکل FC رو ساپورت میکنه و ما این پورت ها رو به شبکه سن وصل میکنیم. روی این کنترلر ها دارای پورت ایترنت هستیم که یک پورت منیجمنت. در واقع از طریق شبکه لن میتونیم به این کنترلر ها به پورت منیجمنتش وصل شیم و کانفیگوریشن این MSA رو انجام بدیم و MSA رو مانیتور کنیم و حالا کارهای دیگه‌ای که روی این MSA انجام میدیم از طریق این پورت ها قابل انجامه. دارای پورت های SAS هستیم، روی هر کنترلر پورت SAS داریم و برای اکسپنشن از این پورت های SAS استفاده میکنیم. یعنی زمانی که میخوایم به این MSA تعداد دیگه دیسک اضافه کنیم، انکلوژر اضافه کنیم و دیسک اضافه کنیم. روی این شاسی 2 تا پاور ساپلای داریم که به صورت ریداندنته. احیانا اگر یک پاور دچار مشکل بشه، پاور دوم ادامه کارش رو انجام میده. همچنین یه سری LED پشت کنترلر ها وجود داره که وضعیت سلامت دستگاه رو میتونیم از طریق این پورت ها، از طریق این LED ها در واقع مشاهده کنیم، ببینیم به چه ترتیب هستش، آیا دستگاهمون سالمه یا دچار مشکله. نسل ششم MSA ها 3 تا مدل داره، 1060، 2060 و 2062.
نسل قبلیش نسل پنجم 1050 2050 و 2052 رو داشتیم. توی این جدول مقایسه در واقع این ذخیره ساز نسل ششم MSA ها اسپسیفیکیشنش آورده شده و میتونیم با مدل های دیگه مقایسهش کنیم از طریق این جدول. همونطور که داریم میبینین مدل اکسس تایپش رو زده بلاک. در واقع به صورت بلاک لول اکسس روی MSA میتونیم به اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. فرم فاکتورش 2 یونیت SFF یا LFF، خود شاسی اصلی 2 یونیت فضا توی رک اشغال میکنه و در واقع میتونیم توی رک نصبش کنیم. هم مدل SFF داره هم مدل LFF داره، یعنی خود شاسی اصلی رو ما میتونیم مدل SFF رو سفارش بدیم که دیسکای 2.5 اینچ میخوره و میتونیم مدل LFFش رو سفارش بدیم که دیسکای 3.5 اینچ میخوره. Number of controller per array همونطور که خدمتتون عرض کردم دارای 2 کنترلر هستش روی این دستگاه، دیدیم با هم دیگه. Number of host port per array 8 تا. منظور از هوست پورت هاییه که از کنترلر وصل میکنیم توی شبکه سنمون، در واقع به سن سویچمون وصل میشه. هر کنترلر 4 تا پورت هوست داره و در مجموع ما میتونیم 8 تا هوست پورت داشته باشیم. پروتکل FC که ساپورت میکنه همونطوری که میبینین FC هوست کانکتیویتی زده 8 گیگ و 16 گیگ. اینجا قابل مشاهده است. 8 گیگ و 16 گیگ. در واقع پروتکل فایبر چنل 8 و 16 رو ما میتونیم روی اینها داشته باشیم، روی این MSA ها. با توجه به صحبت‌های قبلیمون و چیزایی که توضیح دادم، مطالبی که خدمتتون توضیح دادم، امروزه رسیدیم به شبکه سن 32 گیگ و 64 گیگ پر سکند. ولی خب قاعدتاً دیگه روی MSA ها فعلا تولید نشده این پهنای باند. یعنی رو MSA های نسل ششم ما پهنای باند 16 گیگ رو نهایت میتونیم داشته باشیم، نه 32 گیگ، نه 64 گیگ. حالا ممکنه در آینده بسیار نزدیک MSA ها هم نسل جدیدش تولید بشه و به بازار عرضه بشه. پس در واقع MSA ها فایبر چنل 8 یا 16 گیگ رو ساپورت میکنن و میشه ازشون استفاده کرد. iSCSI هوست کانکتیویتی 10 گیگ و 25 گیگ هستش 25 گیگابیت پر سکند. یکی دیگه از پروتکل هایی که تو شبکه سن استفاده میشه پروتکل iSCSI اینترنت اسکازی. پروتکل iSCSI از بستر معمول شبکه لن استفاده میکنه، یعنی از همون ایترنتمون ما میتونیم برای iSCSI هم استفاده کنیم. iSCSI یعنی اینترنت اسکازی، یعنی دستورات اسکازی رو بهش هدر IP اضافه کنیم و ارسال کنیم که بتونه تو شبکه معمول عبور کنه. یکی دیگه از پروتکل هاییه که تو شبکه های سن استفاده میشه و اصولاً امروزه اکثر SDS ها سافت‌ویر دیفاین استوریج ها مثل ویسن مبتنی بر پروتکل iSCSI هستن و از این پروتکل استفاده میکنن. دستگاه MSA پروتکل iSCSI رو هم ساپورت میکنه و از این پروتکل هم میتونیم برای ذخیره سازی استفاده کنیم. روی کنترلرمون میتونیم پورتای iSCSI داشته باشیم و این iSCSI هم پورتاش میتونه 10 گیگ باشه، 10 گیگابیت پر سکند یا 25 گیگ پر سکند باشه و ازش استفاده کنیم. فاکتور بعدی یا اسپسیفیکیشن بعدی SAS هوست کانکتیویتی نوشته 12 گیگابیت
خب درون خود انکلوژر، یعنی درون خود شاسی اصلی، خود کنترلر با دیسکایی که در ارتباطه با پروتکل سس کار میکنه. ضمن اینکه این شاسی اصلی احیانا اگر انکلوژری بهش اضافه کنی، با اون انکلوژر من هم با پروتکل چی کار میکنه؟ سس کار میکنه. درون اون انکلوژرها هم هر انکلوژر با دیسکای خودش با پروتکل سس در ارتباطه. پروتکل سسی که ساپورت میشه رو MSA سس ورژن 3 هستش و تو سس ورژن 3 هم همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، پهنای باند من میتونه 12 گیگ پر سکند باشه. پس اینجا نوشته سس هوست کانکتیویتی 12 گیگ پر سکند. یکی دیگه از فاکتورهایی که وجود داره کش هستش. نوشته ماکسیموم رید کش پر اری و دیتا رید رایت کش پلاس سیستم مموری پر اری. کش یه حافظه میانیه، یه شتاب دهنده است بین کنترلر و بین دیسکا. کش چه کاری انجام میده برای ما؟ کش یه اکسلریتر هستش، همونطور که خدمتتون عرض کردم، باعث افزایش سرعت رید و رایت روی دیسک میشه. خود کنترلرها چه روی سرور چه روی استوریج ها معمولا درون خودشون یه کش دارن. کش کنترلرها هم برای عمل رید استفاده میشه، هم برای عمل رایت استفاده میشه. یعنی به عنوان مثال اگر این سرور کنترلرش یک کش 4 گیگابایتی داره، این 4 گیگابایت هم برای رید استفاده میشه، هم برای رایت ازش استفاده میشه و باعث افزایش سرعت رید و رایت میشه. شما میدونین تو حالت رایت مدلی کار میکنه تحت عنوان رایت بک کش و رایت بک کش باعث افزایش 4 برابری سرعت رایت اطلاعات رو دیسک ما میشه. پس کش در واقع یه حافظه میانی و خیلی مهم هستش. حالا این کش کنترلر ما ممکنه در واقع خب 4 گیگ 2 گیگ برای رایت، مثلا 2 گیگ برای رید. ممکنه برای رید من ظرفیت بالاتری بخوام، یعنی میخوام حجم بالاتری داشته باشم چون دیتاهای زیادی رو دارم میخونم. دیگه این کش کنترلر 4 گیگ برای من کمه، افت پرفورمنس دارم، موقع خوندن اطلاعات دیتام رو دارم کند میخونم، میخوام با سرعت بالاتری دیتا رو بخونم. روی سرورها و رو اکثر استوریج ها قابلیتی وجود داره تحت عنوان رید کش. شما میتونید SSD به سرورت اضافه کنی یا به استوریجت اضافه کنی و این SSD بیاد لول 2 برای کش کنترلر استفاده بشه. یعنی زمانی که کش کنترلر، حالا الگوریتم‌های مختلف داره البته، زمانی که کش کنترلر پر شد، ساده شو خدمتتون عرض میکنم، کش کنترلر به هر دلیلی پر شد، میاد از اون SSD تحت عنوان رید کش استفاده میکنه. یعنی دیتایی که زیاد خونده میشه رو میاره توی اون SSD قرار میده. اول از همه یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. ما کلن استوریج ها رو به 2 دسته اصلی تقسیم بندی میکنیم. میگیم استوریج های هایبرید و استوریج های اول فلش اری یا فول فلش اری. استوریج های هایبرید روشون هم هارد قرار میگیره هم SSD، یعنی ترکیب اینها رو ما میتونیم داشته باشیم. استوریج های اول فلش اری یا فول فلش اری روشون فقط SSD قرار میگیره و دیگه هارد قرار نمیگیره. سرعت بالایی دارن، پرفورمنس بالایی دارن. MSA یه هایبرید استوریجه، یعنی روش هم شما میتونین هارد بذارین هم SSD قرار بدین.
خب برگردیم به صحبت کشمون. پس ما دو مدل کش داریم. یک کشی که رو خود کنترلر وجود داره، هم برای رید استفاده میشه هم برای رایت استفاده میشه. یک کشی که ما SSD میذاریم اضافه میکنیم به اون کشه که فقط برای عمل رید ازش استفاده میشه، بهش میگیم رید کش. حالا برگردیم به جدول. تو این جدول که نگاه میکنیم نوشته مکسیموم رید کش پر اری 8 ترابایت. یعنی اون SSD که میذاریم که اضافه میشه به کش خود کنترلر، تا 8 ترابایت میتونیم SSD اضافه کنیم به کش کنترلر. بعد نوشته دیتا رید رایت کش 24 گیگ. دو تا کنترلر داریم، یعنی 2 تا 12 گیگ کش داره، یعنی هر کنترلر دارای 12 گیگ کش هستش که ازش استفاده میشه. یه نکته دیگه ای، این رید کشی که اینجا نوشته، یعنی همون SSD که اضافه میکنیم به کش کنترلر، رو MSA میگیم رید کش، روی خود سرور بهش میگیم اسمارت کش، رو ذخیره ساز تریپار بهش میگیم AFC Adaptive Flash Cache. پس ممکنه اسمهای مختلفی داشته باشه ولی در مجموع همشون یه چیزه، همون رید کشیه که استفاده میکنه. پس اینجا نوشته 8 ترابایت مکسیموم رید کش و دیتا رید رایت کش 24 گیگ که شما میتونین ازش استفاده کنید. بعد نوشته پول کپاسیتی 2 پول ویت 1 پتابایت ایچ. ما روی ذخیره سازها، حالا به طور مشخص رو MSA ها، برای اینکه از فضاها استفاده کنیم پول ایجاد میکنیم، یعنی دیسکامون رو میندازیم توی پولی و از فضا استفاده میکنیم. روی MSA ها ما میتونیم 2 تا پول ایجاد کنیم و ظرفیت هر پول میتونه 1 پتابایت باشه. بعد حالا درون این پول ها بعد از اینکه پول رو ایجاد کردیم میایم والیوم میسازیم و از والیوم ها استفاده میکنیم. رید لول ساپورتد، رید صفر، رید صفر رو فقط برای رید کش ساپورت میکنه، یعنی اون SSD که اضافه میکردیم به کش کنترلر به اون میگفتیم رید کش دیگه، این رید 1 فقط برای اون رید کشه استفاده میشه. رید 1، رید 5، 6، 10 و MSA DP پلاس. روی MSA های نسل ششم، یعنی همین MSA ها، مدلی از رید به وجود اومد به نام DP پلاس که پرفورمنس بالاتری داره، زمان ریبیلد اطلاعات، زمان ریبیلد دیسکا. شما میدونین زمانی که یه دیسک به هر دلیلی دچار مشکل میشه، دیتا باید رو اسپیر یا رو دیسک جدیدی که میذاریم ریبیلد بشه. این دی پی پلاس سرعت ریبیلد بالاتری داره. اسپک بعدی اکسپنشن درایو انکلوژر. چند تا انکلوژر میتونم به شاسی اصلی اضافه کنم؟ ما یه شاسی اصلی داریم، میتونیم هی بهش انکلوژر اضافه کنیم. تا چند تا؟ تا 9 تا. برای همین نوشته 0 تا 9 تا. الزامی نداره انکلوژر اضافه کنینا. یعنی اگر فضا و تعداد دیسکا براتون کافیه، شما از همون شاسی اصلی استفاده کنید. ولی اگر تعداد دیسکا و شاسی اصلی براتون کمه، میتونین انکلوژر بذارین و روی انکلوژر هارد قرار بدین، فضاتون رو افزایش بدین. MSA 2060 که ما الان روش قرار داریم تا 9 تا انکلوژر رو ساپورت میکنه، همونطوری که میبینید. بعد از اون نوشته LFF SFF Array Enclosure Mixing Supported. یعنی میتونین این انکلوژر هایی که اضافه میکنین ترکیبی از انکلوژر های LFF و SFF باشه، محدودیتی ندارین. میتونم 2 تا انکلوژر LFF اضافه کنم، 3 تا SFF اضافه کنم. میتونه میکس اینها هم پس باشه. بعد نوشته ماکسیموم توتال HDD پر اری، حد اکثر تعداد هاردایی که ساپورت میکنه.
240 تا SFF در مجموع ساپورت میکنه و یا 120 تا LFF ساپورت میکنه. یه نکته ای، یکی دو خط بالاتر نوشته maximum number of device per array enclosure 24 SFF 12 LFF. انکلوژر هایی که وجود داره و اضافه میکنیم برای MSA ها، انکلوژر های 24 SFF که اضافه میکنیم یا انکلوژر های 12 LFF هستش که اضافه میکنیم. در واقع یکی از این انکلوژرها یا ترکیبی از این انکلوژرها رو ما میتونیم داشته باشیم و در مجموع ماکسیموم توتال آف HDD پر اری 240 تا SFF یا 120 تا LFF. این حد اکثر حجمیه که به ما میده و میتونیم ازش حد اکثر تعداد دیسکی که میتونیم اضافه کنیم. حالا یه ذره پایینتر نوشته maximum row capacity per array enclosure, maximum row capacity per drive enclosure, maximum row capacity per array. یعنی آقا یه شاسی اگر داشته باشیم فول اگر انکلوژر اضافه کنیم پر اری یعنی کلن چقدر میتونیم فضا داشته باشیم؟ اگر از همه دیسکایی که استفاده میکنیم همش SFF باشه، all SFF باشه، 1843 ترابایت رو کپاسیتی به ما میده. میدونین دیگه ما یه فضای رو کپاسیتی داریم، یه فضای یوزبل داریم. یوزبل اون فضاییه که بعد از رید قابل استفاده است، یعنی اوورهد رید و اینا ازش کم میشه. رو کپاسیتی فضاییه که قبل از رید وجود داره. اینجا دقیقاً این فضا رو نوشته که در حالت کلی، در حالتی که شاسی رو داشته باشیم 9 تا انکلوژر هم اضافه کنیم در مجموع چقدر ما میتونیم ظرفیت داشته باشیم و از چه ظرفیتی ما میتونیم استفاده کنیم. اینجا پس داریم با هم دیگه میبینیم اگر که دیسکایی که اضافه میکنیم همش SFF باشه تقریبا 1.8 پتابایت، اگر دیسکایی که میذاریم همش LFF باشه 2.4 پتابایت میتونیم فضای ذخیره سازی داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. بعد از اون نوشته SFF SSD تو این قسمت. SFF SSD چه SSD هایی میشه روش قرار داد؟ البته این مدام ممکنه تغییر کنه، یعنی هر روز که نه ماه به ماه حالا یه SSD های جدیدی بهش اضافه بشه، یه SSD های جدیدی یه SSD های قدیمی تری ازش کم بشه و غیره. SSD های 960 گیگ 1.92 ترابایت، 3.84 ترابایت و 7.68 ترابایت رو ساپورت میکنه. اگر LFF SSD روش قرار بدم LFF SSD 1.92 ترابایت ساپورت میکنه. اگر SFF HDD روش قرار بدم هارد دیسک درایو، دیسکای 15K 900 گیگ رو ساپورت میکنه و دیسک 10K 600 گیگ 1.2 ترابایت، 1.8 ترابایت و 2.4 ترابایت رو ساپورت میکنه. اگر LFF HDD روش قرار بدم دیسکای 7200 RPM 7200 دور در دقیقه 6 ترابایت، 8 ترابایت، 10 ترابایت، 12، 14، 16، 18 و 20 ترابایت رو ساپورت میکنن. همچنین سلف انکریپتینگ SSD رو هم ساپورت میکنه. در واقع ما میتونیم سلف انکریپتینگ SSD روش قرار بدیم. بهشون میگیم دیسکای SED، رو تریپار هم قرار میگیره. دیسکای SED چیه؟ دیسکای SED خب یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته اینه که ما بخوایم دیتا هامون رو انکریپت کنیم، دیتا رو رمزگذاری کنیم. دیسکای SED دیسکاییه که رو خود اون دیسک، رو خود اون SSD یا رو خود اون HDD یه ASIC داره، یه پردازنده داره
و زمانی که دیتا میرسه به دیسک خودش اطلاعات رو انکریپت میکنه. یعنی دیگه توسط کنترلر انکریپت نمیشه بعد بفرسته روی دیسکا. این که از دیسکای SED استفاده کنیم باعث میشه که پرفورمنس انکریپشن ما بره بالاتر، چون میدونین انکریپشن باعث افت پرفورمنس میشه و دیسکای SED چون رو خودش ASIC داره افت پرفورمنس ما رو کم میکنه. ضمن اینکه شیکوندن اون کلیدش هم سخت‌تر میشه، یعنی دسترسی به اطلاعات روی اون دیسک سخت‌تر میشه. به این دیسکا میگیم دیسکای SED که هم SED های SSD داریم 960 گیگ 1.92 ترابایت و LFF هم 1.92 ترابایت و هم سلف انکریپت HDD داریم، هارد های SED داریم مدل 900 گیگ 2.4 ترابایت و LFFش 12 ترابایت. البته HDD ها sold in 6 pack bundle only، در واقع تو باندل های 6 تایی فروخته میشه. پس دیسکای SED رو هم MSA ها ساپورت میکنه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. سافتور فیچر هایی که داره، خب ما روی استوریج هامون مهمترین کاری که انجام میدیم اینه که فضا میسازیم و فضاهامون رو تخصیص میدیم تا بتونن استفاده کنن ازش. به این عمل میگفتیم لان ماسکینگ. فضا ایجاد میکنیم، فضاهامون رو تخصیص میدیم که بتونن ازش استفاده کنن، میگفتیم لان ماسکینگ. استوریج ها یک سری فیچرهای دیگر رو هم ساپورت میکنن، یک سری قابلیت های دیگر رو هم ساپورت میکنن که به اینا میگیم ادوانس فیچرها، فیچرهای پیشرفته. در واقع تفاوت بین استوریج ها رو همین ادوانس فیچراشه، وگرنه رو همشون که میشه فضا ساخت، فضا تخصیص داد. رو این ادوانس فیچرها هستش که اینا با هم دیگه تفاوت دارن. MSA یک سری از این ادوانس فیچرها رو هم ساپورت میکنه. اول اینکه این نکته رو بگم خدمتتون که MSA رپلیکیشن مدل سینک رو ساپورت نمیکنه. چون شما میدونید ما دو مدل رپلیکیشن داریم، رپلیکیشن ایسینک و رپلیکیشن سینک. رپلیکیشن سینک یعنی دو تا استوریجی که میذارم، هر دیتایی که رو اولی بریزم همون موقع رو دومی هم همون دیتا رو داشته باشم. یعنی دیتاها یکسانه، هر چی رو اولی ریختم همون موقع میره رو دومی. این حالت رو میگیم ریموت رپلیکیشن سینک. یه مدل رپلیکیشن دیگه داریم به نام ایسینک، یعنی هر چی که رو اولی میریزم همون موقع رو دومی نمیره، توی بازه های زمانی مختلف از روی اولی کپی میشه رو دومی. مثلا همیشه 12 شب کپی میشه. MSA رپلیکیشن سینک رو ساپورت نمیکنه ولی ایسینک رو ساپورت میکنه. قابلیت هایی مثل تین پروویژنینگ، اسپیس ریکلمیشن، تین ریبیلد و تیرینگ رو هم ساپورت میکنه و اسنپ شات، والیوم کپی، ریموت اسنپ. اینا فیچرهاییه که در واقع ساپورت میکنه، سافتور فیچرهاییه که به وسیله لایسنس شما اینیبل میکنین رو MSA و این فیچرها رو ساپورت میکنه و میتونین ازش استفاده کنین. مثلا قابلیت تیرینگ یکی از فیچرهای مهم هستش. شما میدونید تو قابلیت تیرینگ به این معنیه که ما روی استوریجمون دیسک های مختلف قرار میدیم، یه تعداد SSD میذاریم، یه تعداد SAS میذاریم، یه تعداد NL SAS میذاریم و استوریج خودش میاد دیتا رو مانیتور میکنه، دیتا رو واچ میکنه. بر مبنای میزان ریدی که روی دیتا انجام میشه دیتا رو بین این دیسکای مختلف جابجا میکنه. یعنی دیتایی که زیاد خونده میشه رو میبره میذاره رو SSD، بعد از یه مدت که رجوع به دیتا کمتر شد میاره میذاره رو SAS
بعد از یه مدت که رجوع به دیتا خیلی کمتر شد میاره میذاره رو NL-SAS و به همین ترتیب جابجا میکنه، دوباره میبره بالا، دوباره میاره پایین. به این قابلیت میگیم داینامیک تیرینگ یا آتو تیرینگ، یا رو MSA بهش میگه تیرینگ. یه سری از این فیچرهای نرم افزاری رو مثل تیرینگ رو اگر بخواین رو MSA فعال کنین نیاز به این هستش که لایسنسی بخرین تحت عنوان Advanced Data Services Suite. این لایسنس دارای پارت نامبر جداست و این لایسنس رو باید بخرین که روی MSA 2062 این لایسنس اینکلودد هست. یعنی MSA 2062 با MSA 2060 فرقی نداره از نظر تکنیکال، همون میزان کشو داره، همون تعداد انکلوژر رو ساپورت میکنه، همون تعداد دیسک رو ساپورت میکنه. تنها فرقش اینه که این هستش که 2 تا دیسک SSD رو 2062 اینکلودد داره که رو 2060 نیست. ضمن اینکه لایسنس Advanced Data Services Suite هم روی 2062 وجود داره ولی رو 2060 شما جداگونه میتونین بخرین. پس این شد مشخصات MSA 2060 و 2062. یه MSA دیگه داریم تحت عنوان MSA 1060. MSA 1060 از نظر تکنیکال و فنی تقریبا شبیه 2060 و 2062، فقط دارای ظرفیت پایین تریه. یعنی چی؟ اول اینکه نامبر آف هوست پورت پر اری 4 تا، یعنی رو هر کنترلر 2 تا هوست پورت داره، در صورتی که روی 2060 و 2062 رو هر کنترلر 4 تا داشت، یعنی در مجموع ما 8 تا هوست پورت داشتیم. دو اینکه مقدار کش هر کنترلر همونه 24 گیگابایت، یعنی در مجموع 24 گیگ کش دارم، ولی اکسپنشن درایو انکلوژر 0 تا 3 تا. اونجا ما 9 تا انکلوژر میتونستیم اضافه کنیم ولی اینجا ما میتونیم 3 تا انکلوژر نهایت اضافه کنیم. در نتیجه تعداد دیسکای کمتری خواهیم داشت رو 1060، در نتیجه حجم کمتری خواهیم داشت، ظرفیت کمتری خواهیم داشت. نکته بعدی که وجود داره iSCSI هوست کانکتیویتی 1 گیگ 10 گیگ 25 گیگ رو ساپورت نمیکنه، در صورتی که روی 2060 و 2062 25 گیگ رو هم ساپورت میکرد iSCSI 25 گیگ. پس اگر بخوام یه جمع‌بندی کنم MSA 1060 در مقایسه با 2060 و 2062 تقریباً حجم نصف کمتری رو ساپورت میکنه. iSCSIش سرعت پایین تری داره، تعداد انکلوژر کمتری داریم، پس تعداد دیسک کمتری میتونیم داشته باشیم، ولی از نظر بقیه فیچرها شبیه همون 2 تا MSAه. یعنی مقدار کش، FC هوست کانکتیویتی که ساپورت میکنه همون 8 گیگ 16 گیگه. نکته بعدی شاسی اصلیش فقط میتونه SFF باشه. خط دوم فرم فاکتور 2 یونیت SFF، در صورتی که MSA 2060 و 2062 شاسی اصلی میتونست SFF باشه یا میتونست LFF باشه. این ولی فقط میتونه SFF باشه شاسی اصلی، ولی در ادامه انکلوژرها میتونه SFF یا LFF باشه، یا ترکیب این دوتا رو همزمان با همدیگه استفاده کنیم. قابلیت های نرم افزاری هم که داره اینجا داریم با همدیگه میبینیم. باز تین پروویژنینگ رو ساپورت میکنه، اسپیس ریکلمیشن داره، تین ریبیلد، قابلیت تیرینگ، رپلیکیشن ایسینک، QoS، همون قابلیت ها رو ساپورت میکنه و میشه ازش استفاده کرد. پس اگر بخوام بحثم رو یه جمع‌بندی کنم و به نتیجه برسیم،
یکی از پرفروشترین ذخیره سازهای شرکت HPE که مناسب برای سازمانهای اسمال سایز تا میدیوم هستش MSA هاست. پرفروشترین ذخیره ساز این شرکت هم هست که در حال حاضر انتخابی که ما میتونیم داشته باشیم MSA 1060, 2060 و 2062 که میشه نسل ششم این MSA ها. ما قبل از اون MSA 1050, 2050 و 2052 هم داشتیم یا قدیمتر 1040, 2040 و 2042 هم داشتیم. قسمت راست من، سمت راست من، یکی از دیوایس هایی که الان اینجا وجود داره همین MSA ها هستش که اینجا میتونین ظاهرش رو ببینین به چه ترتیبه. از نظر ظاهر که جلوی MSA ها دیسکا میخوره، یعنی چیز خاصی وجود نداره. کنترلر ها هم که پشت نصب میشه و شما میتونین ازش استفاده کنید. همچنین روی کنترلر ها، رو هر کنترلر یک فلش داریم که یه نرم افزاری به نام Storage Management Utility SMU درون این فلش ها وجود داره و از طریق این پورت منیجمنت شما به این فلش ها وصل میشین، به این SMU وصل میشین، لاگین میکنیم بهش و تمام مدیریت استوریج رو از طریق این نرم افزار SMU انجام میدین. روی MSA های نسل ششم Storage Management Utility ورژن 4 معرفی شد. رو نسل قبلی SMU ورژن 3 وجود داشت. روی اینها SMU ورژن 4 وجود داره و ازش استفاده میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مناسب بوده باشه و اون اطلاعاتی که مد نظرتون هست رو تونسته باشین تو این ویدیو به دست بیارین و تا ویدیو بعدی به خدا میسپارمتون و ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.